پیشرفت تاجیکستان پیشرفت ماست، امنیت تاجیکستان امنیت ماست. مهم نیست که دیگران بخواهند یا نخواهند، مهم آن است که ارتباط ما با یکدیگر به نفع دو ملت و دو کشور است. مهم این نیست که دیگران بپسندند این ارتباط رو یا نپسندند، مهم آن است که ما منافع دو ملت و دو کشور را می‌بینیم. حتما توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری به نفع دو ملت و دو کشور خواهد. شاید برخی توسعه تاجیکستان را نپسندند، مهم نیست، اما ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران معتقدیم، باور ما اینه که هر گامی که در جهت پیشرفت در کشور تاجیکستان برداشته میشه عزت همه ماست. استقلال اقتصادی زمینه برای استقلال سیاسی هم هست. ممکن است دیگران نپسندند. جوانهای ما امروز فعالند، آمادگی دارند که خودشون حضور پیدا کنند.